خودروی تاکتیکی نینوا که قادر است با قدرت کششی و محرکه بالای خود در شرایط دشوار خارج از جاده‌ها جهت حمل انواع و اقسام مهمات، بار، تجهیزات و نفرات تا سقف 2.5 تن به کار گرفته شود. من قبلا هم این خودرو رو روندمش، اما خب امروز نیاز بود که مجدد رانندگیش بکنم. هم خودروی نرمی هستش که راننده احساس آرامش میکنه و هم قابلیت‌های خوبی داره که در زمین‌های ذوالعرضه انصافاً میتونه یگان رو جلو ببره و بار، مهمات و توپی رو که داره حمل میکنه به مقصد برسانه. سلاح تک‌تیرانداز شاهر. این سلاح بر مبنای نیازهای تاکتیکی روز نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ساخته شده و قابلیت درگیری را به صورت چشمگیری افزایش داده، دقت اصابت را بسیار بالا برده و اثر بخشی در انهدام اهداف را مضاعف می‌نماید. این قابلیت را به ما خواهد داد که در عمق 3 کیلومتر به صورت برد مؤثر و اثرگذار بتوانیم بر علیه اهداف